رنگ شماره 1 شما توی خونتون چیه؟ جواب خیلی از ما تبلت و موبایله. خیلی از ما عذاب وجدان داریم که نکنه تبلت و موبایل برای بچه‌مون ضرر داشته باشه. ولی اگر من به شما بگم که دختر من زبان انگلیسی رو با کارتون‌های یوتیوب یاد گرفت چی؟ سلام، به کانال لحظه‌های مادری خوش اومدید. امروز من میخوام تجربه خودم رو در مورد استفاده دخترم از تبلت و موبایل با شما در میون بذارم. آیا بهتره که بچه‌ها رو کاملا از تکنولوژی دور نگه داریم یا راه بهتری هم وجود داره؟ منم همین سردرگمی رو داشتم. دخترم از دیدن تلویزیون لذت می‌برد، اما منم نمیخواستم کنترل اوضاع رو از دست بدم. تا اینکه یه روزی اتفاق جالب افتاد. متوجه شدم که دخترم با کارتون داره کلمات انگلیسی رو تکرار میکنه. Wash your hair. Please wash your hair. یا مهارت مهمی مثل دستشویی رفتن و از دل همین کارتونا یاد گرفت. اینجا بود که دیدگاه هم عوض شد. متوجه شدم که تکنولوژی دقیقاً شبیه چاقو میمونه. همونقدر که میتونه خطرناک باشه، اما اگر طرز استفادهشو بلد باشی میتونه بهترین ابزارت باشه. ما برایش یه تبلت گرفتیم، اما با یه فرق بزرگ. حالت کودک روش فعال بود و فقط محتوایی به بچه من نشون داده میشد که من میخواستم. بعد هم که با اپ دولینگو آشنا شد و با دولینگو تونست خوندن و نوشتن یاد بگیره. چطور این چاقو رو به ابزار مفید تبدیل کنیم؟ با 3 قانون ساده. قانون شماره 1: کیفیت مهمتر از کمیته. این که بچه ما چی میبینه خیلی مهمتر از اینه که چقدر میبینه. قانون شماره 2: زمانبندی هوشمند. دختر من در روز فقط 1 ساعت اجازه استفاده از تبلت رو داره. ولی یک شرط مهم داره. نیم ساعت اول رو باید از اپ‌های آموزشی مثل دولینگو یا کتاب‌های الکترونیک استفاده کنه. وقتی نیم ساعت اول تموم شد، قفل نیم ساعت دوم باز میشه که میتونه بازی کنه یا کارتون ببینه. اینجوری هم آموزش میبینه، هم تفریح میکنه و هم یاد میگیره برای هر چیزی باید تلاش کنه. قانون شماره 3: ما الگو هستیم. این مهمترین قانونه. ما نمیتونیم از بچه‌هامون انتظار داشته باشیم که سرشون رو از گوشی در بیارن، در صورتی که ما خودمون دائم سرمون توی گوشیه. سعی کنیم لحظاتی که پیش بچه‌هامون هستیم گوشی‌ها رو کنار بذاریم و با همدیگه وقت بگذرونیم. اونها چیزی رو که میبینن یاد میگیرن، نه چیزی رو که میشنون. پس دوست من، به جای ترسیدن از تکنولوژی، بیا استفاده درست از اونو به بچه‌هامون یاد بدیم. حالا نوبت توه. تو چطور تکنولوژی رو مدیریت میکنی؟ تو توی خونت چه قوانینی برای تکنولوژی داری؟ لطفاً توی کامنت ها برام بنویس تا هم من و هم مادرای دیگه ازت یاد بگیریم. و یه خبر خوب. اگر دوست داری توی ویدیوی دیگه به صورت عملی بهت نشون بدم که چطور محتوا و ساعت تبلت کودکت رو مدیریت کنی، حتما توی کامنت ها برام بنویس. اگر این ویدیو برات مفید بود، با لایک کردن متوجه میشم که چه محتوایی رو میپسندید. ممنون که تا آخر ویدیو با من همراه بودی. مواظب خودت و فرشته کوچولوت باش.